سلام به همگی. کمپین توییتری با یه اکانت توییتر شروع میشه. یه اسم، ایمیل، پسورد و ساین اپ. همین به همین سادگی. چرا از توییتر میخوایم استفاده بکنیم؟ به خاطر اینکه تمام سیاستمدارای معروف و مطرح و خیلی آدمای دیگه‌ای که حالا تو این کاز ما به سیاست مربوط میشن، به طور دائم و با وقفه خیلی کمی، شاید هر روز 2 روز یک بار، الان پیج آقای دیان رو، وزیر خارجه کانادا، میبینید، یا پیج پیتر کنت که میخوایم بهش توییت بفرستیم. اینا با وقفه خیلی کمی به فاصله چند ساعت شاید توییت میکنن. در قسمت توییت اند ریپلایز توییت ها و جواباشون رو میبینید. به عنوان نمونه همین امروز یکی از بچه ها تو همین کاز ما ایمیلی زده، توییتی زده که در رابطه با نتایج منفی تحریم ها آقای پیتر کنت رو مخاطب قرار داده و ایشون گفته که سمپاتایز میکنه و با پرژن کانادین ها و میفهمی که مشکلات عدیده‌ای رو تحریم ها براشون به وجود آوردن و حالا جوابی که داده. تنها نکته‌ای که توییتر داره اینه که یادتون باشه باید در 140 کاراکتر صحبتتون رو بگید. ما امروز میخوایم این توییت هایی که مربوط به خبری که چند روز پیش در مورد بوئینگ اومد فوکس بکنیم. این خبر این بود که بوئینگ از آمریکا مجوز این رو گرفته که با ایران رابطه داشته باشه، رابطه بیزنسی داشته باشه، در حالی که کانادا داره این فرصت ها رو از دست میده. یه پیجی به اسم ایران کانادا ریلیشنز داریم و دیدید که هفته گذشته 39 تا توییت از طریق این زدیم و ریتوییت کردیم، یعنی بقیه زدن و ما باز نشدیم. حالا میخوام بهتون بگم که چطوری متنی که ما آماده کردیم و اینجا نمونهش رو میبینید، 2 تا مثالی که اینجا آوردم رو تو این ویدیو دارید نگاه میکنید، میتونید همین متن رو در واقع اونجا توی توییت بنویسید و چقدر راحت میتونید این توییت رو در زیر 140 کاراکتر بفرستید. الان به عنوان مثال یک چیزی وجود داره به اسم اوپن ایران امبسی تو این 2 تا توییتی که من اینجا به عنوان نمونه گذاشتم که مشترکه و اکانت کسایی که میخوایم بهشون بفرستیم. و خواهش میکنم که اینو در نظر بگیرید که بیاین از همین هشتگ یا سمبل تکرار شونده اوپن ایران امبسی استفاده بکنیم برای اینکه صدامون رو بهتر و منسجمتر برسونیم. شما الان نگاه بکنید، من این رو کپی کردم و 30 تا کاراکتر هم اضافه آوردم. یه کار دیگه که میتونید انجام بدید اینه که لینک اون خبری که راجع به بوئینگ بود رو مثلا من میتونم اضافه بکنم و نزدیک 24 تا کاراکتر یا 23 تا کاراکتر در واقع هر چقدر اینجا به نظر آدرس گنده بیاد بیشتر با یه لینک گرفته نمیشه. یا حتی میتونید از اون طریق میدیا عکسی اضافه بکنید اگر بخواید و اون هم همون 23 یا 24 کاراکتر بیشتر از توییت اشغال نمیکنه. بعضی وقتا هم میتونید حروفی مثل تو، وید اینا رو در واقع خلاصه بنویسید و در عرف توییتر حتی اگر نفری که گیرنده آدم مهمی باشه مشکلی نداره. الان میبینید ما هنوز 7 تا کاراکتر اضافه آوردیم. بنابراین شما به همین راحتی میتونید این متن ها رو کپی پیست بکنید یا اینکه متن خودتون رو در ادامه اضافه بکنید و توییت خودتون رو بفرستید. فقط میخوام مثالی بزنم برای اینکه ما هدفمون از این کمپین کلا هستش که به آقای پیتر کنت مثلا موقع نمونه بگیم که شما چون هفته پیش این توییت رو زده بود و گفته بود که من رپرزنت میکنم پرژن کامیونیتی رو در تورنهیل، بگیم که این تنها صدای ایرانیای تورنهیل نیست، ایرانیای دیگه هم هستن که به رابطه ایران کانادا فکر میکنن. و وقتی که این توییت های خودتون رو زدید بیاین و @IC_Relations رو اد بکنید، اضافه بکنید و تو اون پیجی که داریم، تو فیسبوک ایونتی که داریم، این توییتتون رو، عکسش رو بذارید. در نظر بگیرید که پتیشن رو هم لطفاً امضا بکنید. فقط 112 تا امضا مونده تا به 2500 تا برسیم. خیلی متشکرم.